انرژی برد. این قسمت تولید آب آشامیدنی. خیلی از ما فکر میکنیم انرژی هسته‌ای فقط به درد بحث‌های پیچیده علمی میخورد و با زندگی روزمره ما سر و کاری ندارد. اما شاید وقتی به آبی که هر روز میخوریم دقیق‌تر فکر کنیم نظرمان عوض شود. 1/5 جمعیت جهان دسترسی امنی به آب آشامیدنی ندارند. این جمعیت تشنه همچنان در حال افزایش هستند. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تحقیقی در سال 2006 به این نتیجه رسید که 2 میلیارد و 300 میلیون نفر در مناطقی از جهان زندگی می‌کنند که از نظر آب آشامیدنی دچار بحران خواهند بود. 1 میلیارد و 700 میلیون نفر در جهان به سالانه کمتر از 1000 متر مربع آب در سال دسترسی دارند. حالا این رقم را با ایران مقایسه کنیم. سال 1335 به ازای هر ایرانی 7000 متر مکعب آب آشامیدنی وجود داشت. با افزایش جمعیت، خشکسالی و کم شدن منابع آبی، حالا به ازای هر ایرانی 1700 تا 1800 متر مکعب آب وجود دارد. با وجود این کم شدن منابع آب، ما هنوز 2 برابر مصرف جهانی آب مصرف می‌کنیم. وقتی اروپایی‌ها روزانه 70 تا 90 لیتر آب مصرف می‌کنند، ما روزانه 170 لیتر آب مصرف می‌کنیم. ایران در کمربند کم آبی و خشکی جهان قرار گرفته و بدون اصلاح الگوی مصرف دچار مشکل خواهیم شد. اما کشورهای دیگر راه حل دیگری را هم برای مشکل کم آبی پیدا کردند: تبخیر آب شور دریا و تولید آب شیرین. بزرگترین کارخانه نمکزدایی از آب شور در عربستان خشک و بیابانی قرار گرفته و نزدیک 4 میلیارد دلار هزینه شده. با این هزینه سنگین، عربستان از این کارخانه روزانه 948 هزار متر مکعب آب به دست می‌آورد. فقط مصرف آب تهران روزانه حدود 2.5 میلیون متر مکعب است، یعنی 2.5 برابر آبی که در کارخانه عربستان با خرج 4 میلیارد دلار تولید می‌کند. تازه هزینه انرژی مصرفی کارخانه را هم در نظر نگرفته ایم. کارخانه عربستانی نزدیک 3000 مگاوات در روز باید برق مصرف این کارخانه کند تا بتواند آب شور را تبخیر کند. این یعنی آب آشامیدنی خیلی گران که دولت عربستان باید پول آن را از جیب مردمش بگیرد. خسارت بعدی این است که این کارخانه برای تولید این حجم زیاد برق باید گاز بسوزاند تا به اندازه کمتر از مصرف فقط نصف آب تهران آب آشامیدنی به دست بیاورند. به این میگویند بحران آب. حالا تصورش را بکنید کشورهایی که این حجم عظیم گاز برای سوزاندن یا اصلاً پول چنین کاری را ندارند، چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ در چنین شرایطی کشورهایی که دارای راکتورهای هسته‌ای تولید برق هستند سود کردند. یک نیروگاه هسته‌ای که به کار تولید برق مشغول است، در عین حال حرارت بسیار زیادی نیز تولید می‌کند. این حرارت در حالت معمول هدر می‌رود، اما می‌توان این حرارت را برای تبخیر آب دریا و تقطیر آن و در نهایت به دست آوردن آب شیرین استفاده کرد. یک نمونه موفق ژاپن است. در ژاپن 8 راکتور هسته‌ای مشغول نمکزدایی هستند و بخش عظیمی از آب شیرین مصرفی در جزایر ژاپن توسط این راکتورها تولید می شود. با این فناوری ذخایر عظیم آب شور دریا نیز به شکل بالقوه آب شیرین و قابل مصرف است. این یعنی آب شیرین بی‌پایان. هر واحد نیروگاه اتمی 1000 مگاواتی میتواند روزانه 100 هزار متر مکعب آب شور دریا را شیرین کند. این یعنی برای تولید آب آشامیدنی به قدر مصرف آب تهران به 25000 مگاوات تولید اتمی برق نیازمندیم. به این ترتیب هم آب آشامیدنی تولید می‌کنیم و هم به اندازه برق مصرفی کل کشور برق ارزان و تمیز تولید می‌کنیم. اگر به این سمت نرویم، ما هم مجبور می‌شویم مثل عربستان منابع نفت و گازمان را بسوزانیم. رفتن به سمت شیرین کردن آب شور با روش صنعت هسته‌ای بدون شک برای ما یک بازی برد است.